عروسی دوم عجیب و غیر قابل باور دلانگیز هنرمند جوان افغان در کشور ترکیه. دلانگیز بار دیگر با کی ازدواج کرد؟ دلیل ازدواج دوم دلانگیز چی بوده است؟ دلانگیز توسط چه افراد در ترکیه حمایت می شود؟ گفتنی های شوهر دوم دلانگیز، همسر اول دلانگیز کی بوده است؟ و در چه حالت در ترکیه زندگی دارد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. دلانگیز هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان جوانان و هنرمندان افغان بوده است. این هنرمند جوان توانست در مدت خیلی کوتاهی در دلهای مردم افغانستان جایگاه هنری خاص برای خودش پیدا کند. وی آغاز کارهای هنر موسیقیش را با شوهرش آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت خوب کسب کند. وی بعد از آن که محبوب شد از همسر اولش جدا شد و با دخترانش رهسپار کشور ترکیه شد. در کشور ترکیه کاملا شکل شمایل خودش را تغییر داد. وی در ترکیه با هنر موسیقیش مانند قبل پرداخت. کارهای هنر موسیقیش در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خوبی کسب کرد. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان در کشور ترکیه در محافل خوشی هموطنان افغانش هم اشتراک می کند و توانسته است درآمد خوبی هم کسب کند. کاملا رقیب هنری آریانا سعید بوده است و به همین دلیل خواسته شکل شمایلش را مانند آریانا سعید بسازد. این همه در حال است که تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی درج می شود که بار دیگر ازدواج کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان دلانگیز به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.